یلا معطل نکنید. اسم شیرین. شور. چی میگی تو بابا شلقم؟ شور مگه اسمه؟ آها اسمو میگی؟ من فکر کردم منظورت طعم نیگا. اصلا تم داخل این بازی نداریم پلش. پس چی تو رایدر گو شیرین چیزی بهش نگفتی؟ خب شیرین اسم من یوج. اسم چی نوشتی؟ از شهرام. خیلی خوب منم شراره. بازم شراره دلا رو دیوونه کرده، مامانش موهاشو عروسکی شونه کرده. کاش از روم با تانک رد میشدن و من این سنه رو نمیدیدم. فامیل شب پره. شیرینی. آخه کدوم پوفیوز اسم فامیل شیرینیه؟ خاتون. دختر عمه سکینه. خب مگه اسمش خاتون نی؟ آره دیگه خاتونه. خب چرا ربطی به شیرین داره آخه نکبت؟ متوجه منظورت نمیشم دقیقاً. آقا گو خوردم ولش کن. فامیل شاهانی، شهرم شوش، من شوشتر. شیراز. کشور شوروی، شیلی. شیلیتر. گاپون چرا هرچی ما میگیم بهش یه تر اضافه میکنی فقط؟ خب وقتی شوش با تر معنی میده میشه شوشتر، چرا شیلی نده؟ میشه شیلیتر. اصلا کدوم کشور دیدی توش تر داشته باشه؟ خیلی هم دیدم. ترکیه. اون ترکیه است. گواد نجس ان. ها لابد به ترکمنستان هم میگی ترکمنستان. احمق ترکمنستان دیگه چیه؟ اون ترکمنستانه بی سواد. زکی تو لازمی منو اصلاح کنی بابا. یکی بیاد ان خودتو بشوره عوضی. سیجی صفر بذار. من نوشتم شوروی. بعدی غذاه. سیجی به قرآن یه مسخره بازی در بیاریام. با چیکار کردم مگه؟ بابا دفعه قبل یاد نیست هی میگفتن غذا میگفتی هم بخوره بابا. حتی صفر بذار ببینم. بابا ان غذاش صفر چی؟ نیست. بابا تو خودت همین الان بهمون گفتی ان بخوریم. من گوه خوردم. آقا داری میگی گو خوردم. گو هم خو همون انه. جهنم. هر گوی میخوای بخور. پس من 10 میذارم. میوه میوه ان. بازم ان. آقا بذار کامل بگم دیگه. ان به انبه با الفه. خب همون ان. انم میوه. خب هنوزم میگم ان غذاه. لابد الانم میخوای بگی غذا شت. نه خیر بنده از الفاظ بیگانه استفاده نمیکنم. خب بنا ببینم چی نوشتی. غذا شاش. الان همین مبلو هست میکنمش تو یابو شاش که نوشیدنیه. کی گفته غذاه؟ بابا کی شاشو مینوشه آخه؟ کی شاش میخوره؟ نه خب من منظورم اینه که کسی اگه بخواد بنوشه نوشیدنی حساب میشه نه خوردنی. انی که گفتی و میپذیرم. بنده طبق منطق جلوی میرم عزیزان. الان انگویی شما منطقی بود. باریکلا. غذا شد. شاش با نون. سویت پاچه این مبلو بکن تو با نون بخوری سیر میشی آقا دیگه. الانم دستشویی میشاشم. اگه خوردیش امتیازشو میگیری. قبول؟ باره بابا با اون دیشا اسیدیت همین مونده جوومرد چیم. جهنم بابا صفر گذاشتم. خب دیگه بسه. من نوشتم شیرین پلو. آقا اگه اینطوریه منم شور پلو. تو یکی خفه شو دیگه. غذا شیشلیک. میوه میوه قرآن اگه دوباره بگی شاش. شاتوت بابا شاتوت. خوش شانس آوردی. رایدر میوه. ها شیرینی. با شیرینی کجاش میوه؟ خب پس چیه؟ مهمونی که میری نیدی میگم بفرما میوه شیرینی. میوه و شیرینی. میوه شیرینی دیگه. وقتی که شیره ای میوه جداست شیرینی هم جداست. مگه من مغزت جیه که نمیفهمی؟ آها مثل کله تو که از مغز جداست. پشکل تف ندی. رایدر صفر بذار. رنگ شیری. شخمی. چرا انقدر گاوی؟ میگم شما آدمین صبونه شیر نخوردین تا حالا؟ خب من دارم رنگ شیر رو میگم. آها من فکر کردم فوش داد. نه بابا خدا خیرت بده. مگه من مثل سی جی تیوبم؟ وایس ببینم بیت تربیت. یعنی میگی من فوش دادم؟ سویت. میگم شما آدمی صبونه شخم مرغ نخوردین تا حالا؟ خب من دارم رنگشو میگم. پشکل دودی ادا منو در میاری؟ شخم مرغ نخوردیم والا ولی تخم مرغ خوردیم. پوفیوز اگه دوست دارید بگم. خب من گفتم اگه بگم تخمی شاید سانسور بشه. خب الان که گفتی؟ چی گفتم؟ تخمی. نگاه سویت چه بی‌ادبه به میگه تخمی. در بره این گوز که نمک نداره. یعنی انگار با دو تا بچه دبستانی دارم بازی میکنن. شکلاتی، حیوان، شیجی. هر مسخره بازی نمیاد دیگه کوبا. بابا مگه نمیدونی ما معتاد سوشه میگیم؟ چرا خود بنگی تو زیاد دیدین. یه شفر گنده واسه خودت بذار زر نزن. بابا بیا بابا شوخی کردم. حیوان شیر. میگم از تو شیر و شیرینیو بگیرن چیز دیگه هم بارته. خودت چی نوشتی اگه راست میگی؟ من شیر دریایی. تو چرا همش از اون رایدر اسکی میری؟ بابا این اندازه پشکل خلاقیت نداره بعد از من ایراد میگیره. شتر مرغ، فیلم یا کارتون؟ شیرشا. باز گفت شیر. آقا تو چیکار این داری؟ خب کارتون رو خودت بگو دیگه. خیلی خب چرا فشار میخوری؟ شنگول منگول. اتفاقا خیلی هم بهت میاد. به تو هم شیر شاه خیلی میاد. شیر شاه نیست کدن شیرشاه. نه عزیزم منظورم از شیر چی دیگه بود. یه بار دیگه بحث کردیم میشاشم تو دهنتون. بخورم از میگم. بس دیگه. برو بابا من امتیاز غذا رو میذارم. با چی میگی تو؟ بابا داری شاش به خوردمون میدی. بله که تز میای شاش خوردنی نیست. What the fuck؟ آقا اشیا رو بگین دیگه تمومش کنین این بازی کسی. ببینید من احساس کردم اگه پلاستیکی بذارم آخر اشیاهام ناراحت میشین. پس شنگول منگول کانوایی. نکنه به ترکمنستانم میگی ترکمنستان. گوز مغزم رید. پشکل دودی انا منو در. وقتی شوش با تر معنی میده میشه شوش در. چل شیلی ریدم. What the fuck. شاش با نون. پافیوز رو دارم کرده دیگه.
میگم تو آدمی؟ اسم چی نوشتی؟ باز شیرین اسم چی نوشتی؟ چی میگه تو شلقم؟ این خیلی مهمه. سابسکرایب کنید، لایک کامنت، وگرنه سگ میشم پاچه میگیرم از یکی یکیتون.